ای برم به هر روش که ترگم خانه جا خودت روغن دنبه چکن. الان ترگم که چی بکنی تا بو و مزه دنبه از بین باشه. اون وقت فکر نکنم هیچ وقت از فروشگاه روغن بینی. روغن دنبه حتی اگر تی دستم بچسبه خیلی ساده آب جب پکبه، ولی روغن مایه به سادگی پکن نیبه و عمل امی بدن جهم حتی اتفاق دکفه. ضرر روغن دنبه از روغنای صنعتی خیلی کمتره. در طب سنتی ابو علی سینا مصرف روغن دنبه خیلی توصیه بوسته. سلام جغلن، من آذیرشتیم. به کانال آشپزی آذیرشتی خیلی خوش بمونید. بیشیم تا برای تولید 2 کیلو روغن دنبه از 3 کیلو دنبه‌ای که خورده کدیم استفاده بکنیم. تا جایی که آب شوره باید به دنبهان نمک اضافه کنیم. وقتی آب و نمک به دنبهان اضافه کنیم بهتره که 12 ساعت حتی تا 1 روز هم دنبه تنین یخچال جا آب نمک هم را قرار بدیم. با قرار دادن دنبه در آب و نمک خونابه ازش خارج به و نمک باعث به که بو نامطبوع دنبه ازش خارج به. بعد از آبکش کردن دنبهان آبکشی کنیم. اجازه دیم تا آب دنبه ازش خارج به. بعد دنبه قبل از اینکه چرخ بکنیم به مدت 1-2 ساعت فریزر جا قرار دیم. فریز کردن دنبه باعث به که موقع چرخ کردن عمل چرخ کردن خیلی راحت انجام بده. دنبهانه بعد از اینکه چند ساعت فریزر جا بنهیم خیلی راحت با چرخ گوشت چرخ کنیم. البته که شما تنید به جای چرخ کردن دنبهان خیلی ریز دنبهان خورده کنید. ولی به اعتقاد من اگر دنبهان چرخ بکنید روغن دنبه خیلی راحت‌تر خارج به. شرکتان جب برای روغنگیری چربیانم با چرخ گوشت‌های صنعتی دنبهان چرخ کند. بعد از اینکه دنبهان چرخ بگیریم باید دنبه روی شعله ملایم قرار بدیم و خیلی آرام دنبهان روغنگیری بکنیم. جغلن خیلی دوست دارم بدانم که از کجا شهر یا کشور می ویدیوان تماشا کنید. جغلن حتما از پیاز استفاده بکنید تا کلسترول بد روغن ازش خارج به. به ازای 1 کیلو دنبه حتما باید نیم کیلو پیاز استفاده بکنید. من برای 3 کیلو دنبه از 1,5 کیلو پیاز و 1 بوته سیر استفاده بکنم. ایت دانه چوب دارچین. خیلیان از سیب یا هویج هم استفاده کند. هویج که از خودش رنگ پسته باعث به که روغن دنبه از رنگ سفید در بیه. بعد از اینکه دنبه روی شعله ملایم قرار بدهید 1 لیوان سرکه بهش اضافه کنید. شما تنید از هر نوع سرکه‌ای که دوست دارید استفاده بکنید. سرکه انگور، سرکه سیب فرقی نکنه.
جغلن اگر تا ای از آموزش راضی بید، برای دیدن آموزش‌های بیشتر و انرژی دادن به من حتما مرا سابسکرایب بکنید، مرا به شمی دوستان و آشنایان معرفی بکنید. حتما در حین پخت کف روی روغن دنبه بگیرید تا در پایان روغن دنبه صاف و یک دستی بداریم. روغن دنبه در کنار روغن زیتون یا روغن کنجد از بهترین روغن‌هایی است که برای آشپزی تنیم ازش استفاده بکنیم. جغلن بعضی انگد که حتما دنبه هم باید کاملا جزغاله ببه که من موافق نیم. حتما در حین پخت نمک هم به شیمی دنبه اضافه کنید. برای روغنگیری 3 کیلو دنبه به نظرم 2 ساعت زمان کافیه. اگر خیلی بیسیم تا دنبان جزغاله ببه، خاصیت امیر روغن از بین شه و بوی سوختگی گیره. در این مرحله کم کم با صافی دنبه از روغن خارج کنم. اگر دوست بدارید تنیر یک دفعی صافی بزنید. برای خوش رنگتر شدن روغن دنبه تنید بهش زردچوبه یا زعفران هم اضافه بکنید. تا جایی که من دانم قدیمیان برای روغنگیری دنبه اجازه دهید تا قشنگ جزغاله ببه، چون از جزغاله دنبه برای درست کردن نان محلی استفاده کنید. از روغن دنبه هم تنید برای سرخ کردن سبزی قرمه سبزی هم استفاده بکنید. اگر روغن دنبه گرانه یا در دسترس نیه، شما تنید از چربی‌های زیر دنده گوسفند هم برای روغنگیری استفاده بکنید. جاغلن لطفاً لایک و کامنت شماره فراموش نبه، حتی با واسطه ایت قلب یا ایت نقطه هر چیزی که دوست دارید مره کامنت جب بنید. جاغلن فرایند روغنگیری 2 ساعت طول کشه. بعد از اون اجازه بدید تا قشنگ روغن از گرما در بیه. بعد تنید ایت شیشه مناسب یا اینکه ظرف حلبیج روغن به مدت 1 سال در یخچال نگهداری بکنید. بعد از اینکه روغن دنبه شیشه جا یا ظرف حلبی جا بودیم، اجازه دیم تا ایز خونه که به بعد اون درنیم تنیم هم کابینت جا هم یخچال جا نگهداری بکنیم. اما در یخچال خیلی با خیال راحت تنید نگهداری بکنید. اگر دوست بدارید در آموزش آینده از روغن شهم هم آموزش نهم. اینم از روغن دنبه‌ای که من 24 ساعت در یخچال قرار بدم. شیمی جان بالا میسر.